aşk sana geldim. Al yine büyüt beni, ninni masallarla dizlerinde uyut beni. Ey aşk vurur musun, kor gibi durur musun? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? Ben daha küçüğüm desem kıyar mısın bana, feryadımı duyar mısın? لطفاً زهرا، زهرا بیا دست من بگی لطفاً. زهرا زنده است. نوشین مادر کلام. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. аз қабили фишорбаландӣ, гаймарид, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба сатҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. نوشین مادر کلام نیست. آزاد، آزاد بچه، آزاد بچه. زهرا لطفاً بیا دیگه، دست تبرم به تو یک دانه. حالا دیگه جان مادر پیشم بیا. بیا نوشین مادر کلام. نوشین مادر کلام. نوشین مادر کلام. نوشین مادر کلام. زهرا بیا دیگه دختره. بیا. نه خیر، نمیایم. معذرت میخوایم. زهرا
زهرا آزاد بچه خدایا تو بچه من نجات بده تو او را نجات بده قدیم چشمایت باز کن قدیم خواهش میکنم چشمایت باز کن علی تو خوب هستی؟ بچه جواب بده تو خوب هستی؟ کمک کنین بچه من نجات بدین میخواست نوچین مادر را نجات بدن لطفاً برای نور نجات بدین لطفاً تشویش نکنین زمارت خواهر اونا ارتش نجات میافتن نوشین مادر نوشین مادر زهرا کوشش کن خدا نزدیک چون برسونی زهرا متوجه باشی زود باش زهرا نوشین مادر نوشین مادر نوشین مادر نوشین مادر مادر کلان زهرا دخترم متوجه باش زهرا نوشین مادر بلند شوید نوشین مادر از جایتان بخیزین مادر زهرا بکن دیگه زهرا مرا محکم بگی زهرا لطفا دخترم زهرا دست من بگی دخترم لطفا زهرا دخترم خواهش میکنم زهرا زهرا جان زهرا آرام باشین نوشین مادر تشویش نکنین ما خوب هستیم باوش بیا قدیم باوش بیا آزاد مادر تو خوب هستی؟ مادر زود باشین عجله کنین پیش مادرم بره مادرم چطور است؟ مادر زهرا جان چشمایت باز کن خدایا کمکم کن زهرا کم تحمل کن رسیدیم دخترم رسیدیم یک دانیم اینه رسیدیم زهرا چشمایت باز کن دخترم زهرا علی بالاخره تو خانه ما رو آتش زدی علی تو دیوانه شدی چطور؟ دیوانه شدی؟ کم بود که ما از پایین بریم الا کنن بچه الا کنن علی با خبرک از این طرف داری کنی کم بودی بچه نازدانت کلگی ما رو از بین ببرم جواب چی علی؟ کاکا وضعیتشان نمیبینین بخیز بیادر علی با خود بیا علی صبر کن آرام باش بیادر نکن آرام باش بیادر جان آرام باش لطفا آرام باش
چشمایت باز کن. خواهش میکنم چشمایت باز کن. مرا تنها مانده نمیتونی یک دانه. زهرا مرا تنها مانده نرو. من همراهیت هستم زهرا جانم. کل چیز سپری شد جان مادر. زهرا لطفا چشمایت باز کن. کم و دگام تحمل کن جان مادر. زهرا حال خوب هستیم نوجین مادر کلان؟ من چطور خوب بودم میتانم. آتش قلب من کی خاموش بسازه؟ ای آتش سوزی را که دیدی چیز نیست. اوش نوجین مادر؟ شفا باشه. امی که خبر شدم دویده آمدم. کل جای پاکاری میکنم مادر جان. از اول کده خوبتر میسازم. شما هیچ تشویش نکنین درست است؟ آتش سوزی به کدام دلیل رخ داده میشه بگوین؟ آمر صاحب دلیل آتش سوزی کل ما استراحت بودیم. سبب آتش سوزی را هیچ نمیفهمیم بچه. بالاخره به هم دیگر رسیدیم. کم صبر که دختره. من تو را به استانبول میبرم. به بهترین مکتب شامل میسازمت. زهرا لطفا یک دانه مادر کم و دگام تحمل کن. بیا دخترم تحمل کن دخترم. خواهش میکنم. به یکی دیگه خود رسیدیم. برش دست شما چی میگین دکتر؟ بچه ما تکلیف روانی داره؟ علی ما دیوانه شده؟ با احتمال زیاد فعلا در یک حالت وخیم قرار داره. با کمک دکتر روانی با زودترین فرصت خوب خواهد شد. نترسید. درست است. زنده باشین دکتر صاحب. نوجین مادر شما چرا از جایتان بلند شدین؟ در جایی که قلب و فکر مار هم نباشه من چطور استراحت کده میتونم؟ دکتر صاحب هیچ کس نباید خبر شود که علی تکلیف روانی داره. تشویش نکنین. زهرا دخترم نجات یافتیم. بیبی دخترم نجات یافتیم. یک خانه پیدا شد. زهرا ما زود پس میایم. درست است؟ زود میایم جانم. تشویش نکن. کسی نیست. اینجا کسی نیست. اینجا کسی نیست. زهرا دخترم بخیز جان مادر. تو را نجات میتون. بخیز زهرا. بلند شو جانم.
کجا هستی ملکه؟ از زهرا کدام خبری هست؟ معلم او را پیدا کرده؟ نه خیر مادر کلان، موبایل ملکه خاموش است. اگر پیداش میکرد حتما خبر میشدیم. مادر کلان، این خانواده را چی شده؟ زهرا در حالت عادی قرار نداره، دوا خورده و قصداً خودکشی میکنه. علی میخواد خدا و خانواده خدا آتش بزنه. وقتی من نبودم چی اتفاق افتاده بود؟ این چیز نشده، مثل همیشه بودن. کدام اتفاق نو نفتیده بچیم. آزاد خان میشه اینجا بیاین. درست است بیادر، میایم. بازو زن بعد قدم خدا میفهمه کجا رفته. تمام کار و بار خدا رها کرده به جستجوی زهرا رفته. پیدایش کردی دیگه، بگی و ببر، گم شو از خانه ما. خدا کنه که تا اعماق جهنم بریم. زهرا ای جای نمیره عروس. مادر جان، استاد ملکه دختر خدا پیدا کرد. فکر میکنین اینجا رهایش کرده میره؟ زهرا عروسی ای خانه است. اگه مادرش یا 7 پشت اقاربش پیدا شوه بازم ای حقیقت تغییر نمیخوره. هیچ قدرتی چیزی که مربوط کرمانی ها باشه ازشان گرفته نمیتونه. عروس کوچک بالاخره به هوش آمد. زهرا، متوجه باشین خانم ملکه، سیرومتان. زهرا جانم. استاد ملکه جانم، من یک خواب دیدم. چی خواب دیدی؟ بگو برام جانم. نه خواب دیدم که شما مادرم هستین. همه قسم برام بگفتین. او خواب نبود، یک دانه حقیقت بود. من مادر تو هستم. تمام روزای بد دیگه گذشت جانم. هیچ وقت از تو جدا نخواد شدم. همه چیز تغییر کرد. کل چیز خوب میشه جانم. جانم جانم. دخترم ساتیری نکه، آدم وار جارو کو. بی فردا پس فردا آرسی میکنی، به خانه شوهرت میری. نمیخوایم بگین که تانوز دختر راشد جارو کردن یاد نداره. ها درست است؟ من عروسی نمیکنم پدر، پیش شما میباشم. چی میگی؟ طرف ما بیبی. البته جانم. بیا بیشی دخترم. تو درباره زهرا فکر میکنی؟ هیچ فکر نکن، دختر یک دانم کاملا خوب است. عروس کرمانی ها شدن نصیب ارکی نمیشه دخترم. من نمیخوایم. خب عروسی اگه نکنی چی میکنی؟ تو وقت پیش من میباشی؟ اگه نمیخوای عروسی نکن، راحت باش. با جایی که خدمت مردم کنی، خدمت پدرت انجام بده. درست است؟ پدر بگو دخترم. میشه مرا شفاخانه ببریم؟ چرا دخترم؟ میخوایم خواهرم ببینم. خواهر خودم میبینی که ببینی چی میکنی؟ دختر یک دانم از شفاخانه بیرون شد باز حالا برو. دیگه مادر داره. اگه او را ببره دیگه دیده نمیتونمش. کی را؟ زهرا را معلم میبره. برش اجازه نمیتن. زهرا به عنوان عروس او قصر است. او را نمیمانن که ببرن، با کفن میکشنش. هرگز را فراموش نکنی. درست است؟ دختر یک دانم، پدرت قربانت شود جانم. ملکه خانم، شما برین کمی استراحت کنین. احتیاط کنین. ملکه، شما خوب هستین؟ خوب هستیم، حالا خوب هستیم. ما زیاد به تشویشتان بودم ملکه. این لباسای تو را چی شده آزاد؟ چهره تو مثل زغال سیاه شده. با عجله از آتش سوزی بیرون شدم آمدم. فرصت نیافتم تا دست روی ما باشایم جانم. آتش سوزی؟
در قصر ما آتش سوزی رخ داد، اما خدا را شکر که به کسی ضرر نرسید. چطور؟ چه قسم شد؟ چی شد؟ چیز مهم نیست، در قصهش نباش. خب بیا که در بیرون گپ بزنیم زهرا بیدار نشه. شما خوب هستین؟ جانم، علی قصر را با آتش زده. چی؟ اما چرا؟ زهرا خواست که خودکشی کنه، علی قصر آتش زد، اما چرا؟ چی شده؟ نمیفهمم. امی سوال از نوجین مادرمان پرسیدم، گفت چیز نشده. دیگه چیز به گفتن نداشت. خدا میفهمه باز چی کده باشن. حتما لطش کدن احمقاره. وقت خبر شدم دخترم از کم بود دوباره از دستش بتم. در مقابل چشمایم خدا به دریا انداخت. دلیل خودکشی زهرا چی بوده میتونه؟ تو از علی نپرسیدی؟ او در حالت نیست که امرای کسی گپ بزنه. شوک دیگه برش تسکین دهنده زرق کردن. به هر دلیلی که زهرا خواسته خودکشی کنه، علی هم به همون دلیل قصر آتش زده. ما باید دلیلش بفهمیم آزاد. بعد از این نمیخوایم حتی نام اعضای قصر بشنوم. یگانه خواستم ای است که هرچی زودتر از اینجا برم. به خاطر برآورده شدن این خواسته تو باید علی و زهرا از هم جدا شوند. اگر نه به گپ ما کسی جواب نخواهد داد. اگر بخواین دوباره دختر ما بگیرن باید از سر جنازه تیر شوند. در اولین پرواز او را از اینجا میبرم. هیچ کس مانع ما شده نمیتونه. درست است ملکه. به خاطر بردن و هر کاری که لازم باشه انجام میتونم. در کنارتان هستم. این را خود میفهمی نه؟ میفهمم. ما از تو یک خواهش دارم. بگو. ما نمیخوایم زهرا را تنها بانم از اینجا برم. لباساش کثیف شده. میشه که به او لباس بخری آزاد؟ البته که میخرم. بیازو مام از شما متفاوت نیستم. در حالتی که شما هستین مام هستم. درست است. من لباس خریدن میرم. اگر چیز کار شد برام زنگ بزن. درست است. او مریضی که تازه داخل آمده کی از بیش از حد مرا اذیت کرد. او خود چی فکر میکنه؟ او مادر کلان دوران کرمانی است. میفهمی به زودی خانه کرمانی میشه. او خانمون به خاطر همین ناز میکنه. باز تعریف کی ندارید؟ از دوران خانه بسیار جذاب بود، اما تو نیست. خداوند به خانمش حفظش کنه. حتما کدام دوست دختر داره. دوران چند وقت پیش با یک دختر پولدار نامزد شد. قرار نیست که امروی موتور دختر نامزد شوه. هر کسی هم سبی خود پیدا میکنه. اگه موتور انتخابم کنه خانواده‌اش برش اجازه را نمیده. عروس شدن کرمانی کاری آسان نیست. اونا یک مادر کلان دارن. بدون اجازه او عروس شدن خوبان، حتی صفاکار شدن مشکل است. بله، کم بود و علی دیوانه ما را آتش بزنه بچیم. توبه توبه. یلی رو چی شده که قصر با آتش زده مادر؟
از روزی که معشوقش سونا مرده او بیازو دیوانه شده. از این کده دلیل بزرگ بوده نمیتونه. خب اگه علی به قصر برگشته پس زهرا کجاست؟ نه که بالاخره ملکه به دختر خود رسید. دوران هوش کنی بار دیگه نام اوزنه پیش من نگیری. من دیگه نمیخوایم نام اوزنه از دهن تو بشنوم. هر بلایی که سر ما آمده از دست همو زن است. از آمدنتان خوش شدم خانم. شاید خوش داشته باشین گفته براتون آوردم. بسیار زیاد تشکر میکنم دختره. دختر با ادبی مثل تو را در اینجا دیده بسیار خوش شدم. خدمت کردن برای شما برام افتخار است. شما به چیزی ضرورت ندارین دوران خان؟ ندارم، زنده باشی. اشتهای خوب میخوایم. آمدی؟ ها آمدم. گوش کن ملک، ای به خاطر زهرا است. جانم برات چیز نگفتم اما لباس های تو هم از من بدتر است. به انتخاب خود با تو هم یک جور لباس گرفتم. وای وای وای، او دختر بد قدم به مادر خود رسید. خدمتکارشان آزاد خانم بالای سرشان است. زنده باشی، تشکر میکنم اما لازم نبوده قدر زحمت بکشی. ملکه، ما یک کار با تو به خاطر انجام میتم که قلب میخواه به دست خودم نیست. میفهمم، زنده باشی. به هر صورت ما مادر و دختر تنها میمانم و میرم. وضعیت علی ایش خوب نیست. قسمه که گفتم ما باید پیش او باشم. درست است، اما اگر موفق شدی از علی بپرس که زهرا چرا خواست خودکشی کنه، باز به من زنگ بزن. درست است؟ چشم. حالا که به دخترم رسیدم دیگه هیچ چیز برام مهم نیست. در پیش چشمایم بوده اما متوجه نبودی. با چشمای او دیده دختر خودت جستجو کردم. فکر کن در یک شهر زندگی میکردیم، روبرو شدن همراه زهرا و در آخر به این رسیدن تمامی همه تصادف بوده میتونه؟ در هر کار یک خیر نهفته است. به هر صورت باز بعداً گپ میزنیم. خداحافظ. زنده باشی. خواهش میکنم. دختر مقبولم، بیدار شدی؟ جانم. بیبی؟ بیبی آزاد برات چی چیزایی خریده؟ بسیار مقبول است نه؟ میخوایی بپوشانمت جانم؟ بخیز یک دانه. نوش جان. او فاطمه خوش آمدی. خوش باشی. چی حال داری؟ خوب هستی؟ چطور باشم راشد خان؟ کم است از خستگی بمیرم. خدا نکنه قسم نگو. بیا بیشی که برای چای برم تا خستگیت رفع شوه. بیا بفرما. گرسنه هستی برای دگان چیز آماده کنم؟ نه خیر. خوب درست است. بله به اندازه تو با مزه دم کردن نمیتونم اما بازم بنوش دیگه. چطور کنم شیرینیم بانم؟ بله اینه بفرمایین چایتان آماده از فاطمه خانم. بفرما. خب فاطمه سر کرمانی ها را پاکاری کردین یا دروغ از همه تو نیست؟ ها بله، دوستا و قاربا زنده باشن امرشان کمک کردن. زنده باشن اما تا هم کم از فرشته نیستی. یک زن جنتی هستی. کسایی که تو را توهین کردن نباید خانهشان پاک میکردی. راست میگم فرق دیگه. نمیکنه، در وقتش زیاد برام کمک کردن. خانهشان آباد. البته ای گپ هم است. خانه بچه‌ت از باید ای کار میکردی اما تو نیست؟ بله از خدا چه باش. بیبی مرا قسم دادن اوش کنی که از این گپ کسی خبر نشه. راشد تو تشویش نکن فاطمه، من با کسی نمیگم خواه. اما تو تا چی وقت پنهان میکنی؟ به خاطر دوران خود، به خاطر خوبی و خوشی بچه خود سالها خاموش بودم. بازم مجبور هستم که چوب باشم. اگر لازم باشه تا دم مرگم چوب می باشم.
تو به خدا مرا صدا میکردیم. اجازه بدین تا کمکتان کنم. ضرور نیست فلج نیستم. اما خواستم کمکتان کنم. تو به کار خود برس. ملکه ملکه دوران خواهش میکنم مرا ببخش. اینقدر مشکلات سرم آمد که فراموش کردم به یادتت بیایم. تو خوب هستی؟ من خوب هستم، تشویش نکن. خیرت باشه. تو اینجا چی میکنی؟ زهرا در بخش عاجل است، پیش او هستم. زهرا؟ او را چی شده؟ چیز مهم نیست، خوب است. این زخمای صورت تو به خاطر چی است؟ چیز نشده، خوب هستم. از اینکه حالا به زهرا رسیدم بسیار خوش هستم. دوران بسیار زیاد تشکر میکنم. زنده باشی. ما خو کار نکردیم جانم، فقط حقایق را بیان کردم. زنده باشی. زهرا را گرفته امروز از اینجا میریم. در بخش محاسبه رفته بودم به خاطر مرخص شدن. حالا باید به بانک رفته پول بگیرم. اگه زحمت نمیشه به زهرا بگو که من زود میایم. خداحافظ. ملکه اگه خواسته باشی من تو را همراه موتر برسونم. در ضمن رفت آمدتان زیاد وقت نمیگیره. درست است؟ با کرتی خدا گرفتم، منتظر باش. نوش جانتان. خیرت باشه فاطمه، چرا بیرون شدی؟ آقا راشد، ما آسته طرف خانه میرم. کجا میری؟ فقط که عروس پیش من می بیشی تا کمه گپ بزنیم. هر قسم تو بخوایی. یک گلاس چای دگان بیارم؟ نه خیر، نمی نوشم. زنده باشی آقا راشد. وای فاطمه وای، تا هم چی روزایی را که ندیدی جانم. دور بودن اولاد بسیار مشکل است. البته که آسانم نیست. میفهمم گپ زدن خوش نداری، اما دوران چه قسم ازت گرفتن؟ چون رو را به اونا دادی؟ از ظلم شوهر فرار کده به خانواده خود پناه بردم. اما وقتی که خانوادیم به طفلی که در بطنم بود قرار بود که به دنیا بیان، از خود نساختن. فکر کردم که دیگه چاری ندارم. خدا بسیار بیچاره فکر میکردم. اما لحظه سر کو رفتم. میخواستم خدا از کو پایین بندازم که عدیه خانم در مقابلم آمد. بعد از گفتن دلیل خودکشیم او کوشش کرد که من راضی بسازه آقا راشد. به خاطر که اولین اولادش دختر بوده. قدیم خان میخواست دیگه زن بگیره. و اگه سرش هم باق میور چی میشد؟ زمین خو به آسمان نمیخورد. توبه توبه، برای دروغ گفته. و تو هم ده اگل از بگپ اونا قبول کردی، اما تو نیست؟ دیگه چاری نداشتم آقا راشد. خانه شوهر من ترک کرده بودم. اگه میرفتم ما و طفل ملت گوب کده از بین میبرد. من از خود گذاشتم میتانستم، اما به خاطر نجات دادن طفل خود پیشنهادش قبول کردم. تو هم به خاطر نزدیک بودن به طفلت صفاکاری قصر انجام دادی، ها؟ راستش به خاطر او آماده به هر کار بودم. مادر بودن آسان نیست، بسیار مشکل است. وای قدیم خان وای، از خوشی دعوا پرواز میکنه که حتما بچیم خان میشه. حتما بچیم خان. وای بلیاز خدا چوب باش، اوشکنی به هیچ کس نگویی. بیازو عدیه نمیخوایم من دورانو ببینم. از بیشتر رو عصبانی نساز. چرا نمیمونه که ببینیش؟ با کدام حقی کار میکنه؟ هم اولادت از پیشت گرفته، هم امرای تی کار میکنه و نمیمونه که اولادت هم ببینی. چو باش دیگه. اگر نه کسی خواست شنید خواهش میکنم این موضوع را بسته کو. بار دیگه گپ نمیزنیم. خوب است، درست است. تو تشویش نکن، هر قسمی که تو خواسته باشی. به خاطر چای تشکر میکنم. من باید برم، کار دارم. روز بخیر. خداحافظ فاطمه، خداحافظ.
وای کرمانی ها وای. آی هدیه خانم بادام مفیدی. بعد از این برات نشان میتم که اگنان چند فتیر است. حالا دیگه به امر مکار خواد که دی جانم. راشد بیادر یک چای سیاه بیار. بچشم گلم بچشم و امرا یگان. مادر زهرا پیش او معلم است و آزادم همراهشان بود. پس آزاد به ما دروغ گفت ها؟ گفت موبایل معلم خاموش است. پلیس گفت که اونا تا هنوز زهرا را پیدا نکردن. باز ما را احمق ساخت مادر. مادر یک بار با آزاد زنگ زده بپرسیم شاید. با کس زنگ نمیزنم زمرو در روز. برو به رستم بگو که افراد خود گرفته زهرا را پیدا کرده اینجا بیارن قدیم. سایس مادر جان. رستم بیا که بریم. زیاد درد میکنه؟ اگه درد کنم در قصهش نیستم. از بین خانه میرم. نباید در این وضعیت رانندگی میکردی. هیچ خوب به نظر نمیرسی. من خودم میرفتم. ما به خاطر تو چی کارایی که نکردیم ملکه. رانندگی خود کار ساده است. فکر میکنم راه را غلط کردیم. تا حالا باید میرسیدیم. دوران کجا میریم؟ تو را فرار میتم، اما فقط به چند دقیقه. شوخی را بس کن. ما باید حالا هر چیز زودتر پیش زهرا برم. درست است میری، اما قبل از او باید یک کار کوچک انجام بدیم. کدام کار؟ چند دقیقه بعد میبینی. زیاد وقت تا نمیگیرم، تشویش نکن. جمالم دیگه نیست. علی بیازو به خود نیست. اگه آزادم بره پس من چی خود کردم مادر؟ کسی که اجداد خود نشناسه و به خانواده خود به همگی دروغ بگویه و خیانت کنه پیش ما هیچ جای نداره. نه او و نه دوران به ما خیر میرسانه. ایره خوب بفهم زمرد. مادر جان آزاد بدون ما و شما زندگی کردن نمیتونه. ما ولی راه کردن نمیتونه. منظورت چیست؟ در رابطه به عروس کوچک یک کلمام نباید بگویی. حالا فهمیده که چی برات گفتم؟
مادر؟ آزاد علی بیدار شد. نه خیر، چند دقیقه پیش دیدم استراحت بود. زهرا کجاست؟ در اینجا نیست خان صاحب. چطور نیست؟ نه که مثل آب در زمین رفت. چطور؟ تا وقتی که او را پیدا نکردیم خانه نمیریم. دوران، زهرا حتما بسیار به تشویش شده. بهتر است که برم. درست است ملکه، کم مانده. بیبی ای که چی هدف داری نمیفهمم، اما فعلا هیچ وقت ندارم. آه ملکه، صبر کن، بسیار کم مانده، میرسی. اینه رسیدیم. خب پایین شو. دوران، ملکه، به هر اندازه که دیر کنی دیرتر باشه فخانه میرسیم. عجله کن. بیا کمی پیش. چقدر زیباست، همه تو نیست؟ فعلا بهترین جای برای مرگ بودن کنار زهرا است. و با ما کنار تو، به هر اندازه که بد رویه کنی بازم. دوران لطفاً. به طفولیت هر وقت با خانواده‌ام قهر میکردم اینجا میامدم. بعضا انسان‌هایی را میدیدم که با محبت طرف چشمایم دیگه میبینن. ما وقت تصمیم خدا گرفتم، گفتم اگه یک روزم عاشق کسی شدم اینجا میارمش. دوران، باز با دختر معرفی شدم که از جان خود بیشتر دوستش داشتم. همراه ما عروسی کو ملکه. چطور هستی؟ خودت چطور احساس میکنی؟ ها خوب است. آماده شو تا کمی قدم بزنیم. بیار. زهرا کجا میری؟ تا هنوز مادرت نامده. اونو بیادب. چیزی نمیگی؟ امکان نداره. این ناممکن است. وقتی همراهت گپ میزنم کلمه به نام ناممکن را نمیشناسم. درست است، میفهمم خانواده ما دوست نداری، اما بیبی منقشه را آماده ساختیم. تو ما زهرا از اینجا میریم. ده هر جایی که خواسته باشی زندگی خود کردیم. با خانوادت ارتباط نداره. پس چی مشکل است؟ نمیخوایم. نو به زهرا رسیدیم. وام از برکت تو. به خاطر کل چیز تشکر میکنم، اما
اما بدون زهرا زیاد سالا را سپری کردیم. میخوایم جبران که در تمام عمر ما با او سپری کنم. وقت تو مرا اینجا آوردی من درباره زهرا فکر میکنم. بیدار شد، گشنه نباشه، جایش درد نکنه و در زندگی چی میخواه. قلبم فقط او را میخواه. میخوایی بگویی در قلبت با کسی دیگه جای نیست؟ متاسف هستم. رد کردن نمیتونی. ما به خاطر تو چی کارایی که نکردیم برام نگفتن نمیتونی. به خاطر تو از خان شدن خانواده ما زندگی منصرف شده. از تو منصرف شدن نمیتونم ملکه. این گپای تا فراموش میکنم دوران. فکر میکنم هیچ چیز برام نگفتی. اگر نی بار دیگه حتی طرفت سیل نمیکنم. زهرا ساز شو. شما به عقل از او طرف برین، من از این طرف میرم. کم سرعت بگیرین لطفا. وقت خانه رفتن رسید. میفهمم. روزای بعد را سپری کردی بیادر. تو بسیار خورد هستی اما دردای زیاد را در زندگی دیدی. بازم هر قسمه که هست باید به خداوند شکر کرده دعا کنی. به او پناه ببر. چیزی نمانده که به خاطرش دعا کنم بیادر. یعنی اگه میماند باز حتما دعای شکر میکردم. قسم نگو علی. به خاطر که سر پای هستی، به خاطر که دوستایت زنده هستن باید شکر کنی. همیشه پشت هر تاریکی روشنی از بیادار. همیشه یک را وقت بسته باشه راههای دیگه باز است. اما یک قصر به آتش زدی هیچ کار خوب نکردی. بیادر دیگه به ما امید نمانده. خدا بیچاره احساس میکنم. کسی شدیم که نمیخواستم. یعنی از این وضعیتم هیچ راضی نیستم. مرا درک نمیتونی. چی شده علی؟ چی باعث شد که تو خواستی قصر به آتش بزنی و زهرا خواست که خودکشی کنه؟ چی شده؟ گفتم مرا از موتر پایین کنین، میخوایم پیش مادرم برم. چرا گپ نمیفهمین؟ مرا اله کنین. کدام مادر دختر؟ دا یک روز مادر تو شد، جای تو کنار شوهرت است. گفتم مرا اله کنین. آی افگار شدم، میخوایم پیش مادرم برم. چرا نمیفهمین؟ بانین که برم. بیادر بگو تا راه حلش پیدا کنه، برات کمک کنه. ما بسیار اشتباهی بزرگ کردیم. چی کردی علی؟ با ما دیگه هیچ راه برگشت نمانده. ناممکن است.
درست است بیادر. هر وقت خدا آماده فکر کردی ام وقت برم بگو. ما همیشه در کنار تو خود بودم. این مشکلان با هم حل می سازیم. با تو وعده میتونم. کاش که از بین میرفتم که اوش دوباره نمیکردم. زهرا ما آمدم. زهرا دختر من ندیدین؟ زهرا را میگم کجاست؟ ندیدیم. کاکایش اینجا آمده بود. شاید کمرای او رفته باشه. کاکایش؟ مرا اعلام کنین. گفتم اعلام کنین. تو عروس کرمانی ها هستی. حد خدا بشناس. گریه را بند کو. مادر اونجا برو. میخواه پیش مادرش بره. هدیه ای را داخل ببر تا لباسای خود تبدیل کنه. ببر. بریم دختر. خیر. زهرا! زهرا! میخوایم تو را فردا پیش روانشناس ببرم بیادر. گپایی را که با ما گفتن نمیتونی شاید به او بگویی. بگو ملکه. آزاد زهرا نیست. زهرا در شفاخانه نیست. یعنی چی که نیست؟ نمیفهم. نیست دیگه. کاکای تمی جامده بود. حتما زهرا را گرفته برده. درست است ملکه، درست است. تو تشویش نکو. حتما به قصر رفتن. ما حالا به قصر میرم. اعلام کنین بابین که برم. بیازو زیاد پریشان هستم. حوصله ندارم که همراه تو گپ بزنم. داخل برو لباسای خود تبدیل کن. بعد از اون میایی و همراه من کمک میکنی. داخل برو دختر. اتاق داخل نمیشم. من داخل اتاق ناز نمیشم. نکن. داخل برو دختر. دختر نمک حرام. احسان فراموش. تو میخوایی سر من دست بالا کنی ها؟ بیبی تو ما را خسته ساختی. از دست تو دیوانه شدی. دختر بی تربیه. برو دیگه. داخل برو گفتم. برو دیگه. کوشش نکنی که سر من دست بلند کنی. چند روز در یه اتاق باش تا عقلت به سرت بیاره. برو گم شو. تاکسی! دروازه را باز کنین. من از اینجا بیرون کنین. بیرونم کنین. مادر میخوایم پیش مادرم برم. کاکا، زهرا را شما از خانه به اینجا آوردین؟ از من حساب میپرسی آزاد؟ بدونی که به مادرش بگوین دخترش اینجا آوردین کار خوبی نکردین. فهمیده شد. تو هیچ هوشیار نمیشی. بعد از این ما زهرا را راحت بانین. چی خود کردی؟ باز قصر آتش میزنی؟ علی تو به اتاقت برو بیادر. برو دیگه بیادر جان.
بیا. تو اینجا راحت استراحت کو و با فکر من نباش، درست است؟ کاکایت حق به جانب است آزاد. تو خانواده خدا و رسم و رواج فراموش کردی. تو فقط خدمتکار او زن شدی. قسم نگوی نوجین مادر، درست نیست. شما نمیگفتین که گوشت از ناخون جدایی نداره؟ دور ساختن یک طفل از مادرش کار خوب نیست. ده اصل تو هیچ با فکر زهرا نیستی آزاد. فکر اوش تو طرف او زن است. همراهی چی نمیفهمم، اما تو را بسیار خوب جادو کرده. بس از دیگه خانم کاکا، اگر فقط موضوع یک جا ساختن یک طفل با مادرش باشه، یگانه چیزی که لازم است وجدان انسان است. حالا ما به وجدان شدیم. امی قسم آزاد. قربانت جوام چپ باش. با ما دروغ گفتی آزاد. گفتی جای زهرا را نمیفهمم. ما با چشمای خود دیدم. در شفاخانه پیش او بودیم. زهرا؟ نخیر. آرام باش زهرا جان، نترس نترس. بریم. بیا آرام باش، معصوم، نترس. بس است، خلاص شد، نترس. درست است، آرام باش جانم. من تو را پیش ملکه میبرم، تو تشویش نکن، درست است؟ گریه نکن. بله ملکه، زهرا پیشم است، در قصر هستم، تشویش نکن. آمدم آزاد، پیش دروازه قصر هستم. درست است، درست است. بیبی ملکام آمده، پیش دروازه است. تو کمی راحت شو، بعداً پیشش میریم. نوجین مادر مهربانیم. شما بهتر میفهمین که آزاد ما چقدر مهربان است. هرچی که میگه و انجام میده به می خاطر است. تحقیرایشون به می خاطر است. بچهت عاشق او است. گپ او زنه رد کردن نمیتونه. شما با کدام حق دخترم از شفاخانه آوردین؟ گپای خود سنجیده بزن ملکه. زهرا عروسی خانه است. البته که دمی خانه می باشه. زهرا عروسی خانه نیست. اینجا خانه او نیست. اینجا زندانی است. و تا کور از اینجا نبرم من هیچ جایی نمیرم. رستم، این خانه ما از اینجا بیرون کو. هوش کنی به من دست نزنی. تا دختر خدا نگیرم جایی نمیرم. زهرا! آمد دیدی؟ بریم. تو کاملا یک مار هستی. یک ماره که به خاطر تغییر دادن رسم رواج ما آمدی. بعد از آمدن تو نواسایم خانواده و رسم رواج از یاد بردن. از اینجا خدا گم کو، برو. رستم، گفتم به من دست نزنین. تا دختر من نگیرم از اینجا هیچ جایی نمیره، فهمیدین؟ با او دست نزنین.
کار خوبی نکردین که با این وضعیت رانندگی کردین. زخمایتان باز شده. اگه قسم ادامه بتین خوب شدنتون مشکل میشه. زنده باشی دکتر. یگانه دوای درد ما تو هستی ملکه. هرگز از تو منصرف نمیشم. بریم زهرا. یک قدم دیگه پیش نیا آزاد. با خبر قبول کنن نوجین مادر این موضوع را بسته کنن. هیچ قانون طفل از مادرش دور ساخته نمیتونه. آزاد، من تو را بارها بخشیدم، بار دیگه نمی بخشمت. ای دروازه اگه بر رویت بسته شد باز دیگه هیچ وقت باز نمیشه. آزاد لطفا این کار نکن بچه. اگر من این کار خاموشی اختیار کنم خدا نمیبخشم. کسی که با گپ بزرگا گوش نته هیچ وقت خوش نمی باشه. ایره فراموش نکن. از روزی که زهرا عروسی خانه شده اتفاقات بدی به ما رخ داده. خونه دو بیگناه را ریختیم. کل ما جزای امیکا را میبینیم. اجازه بتین ای بار کار درست انجام بدم. مادر و طفل به هم برسانیم. با تو گفتم که زهرا در این قصر می باشه. رستم او ما را از این قصر بیرون کنین. با او دست نزن. آزاد همی که از او دروازه بیرون شدی تو دیگه اولاد این خانواده حساب نمیشی. دیگه روی ته با ما نشان نمیتی. آزاد 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 نرو بچه. بیاین که بریم دیگه. حالا چی خود کردیم؟ با استانبول میریم. هر سه ما میریم. حالا دیگه. مادر دست پایدانم میبوسم. خواهش میکنم او رو ببخشین. خواهش میکنم. آزاد دیگه پیش من مرده عروس. نام او را پیش من نگی. آزاد دیگه اولاد و نواسی خانواده ما نیز نرد. نه خیر مادر لطفا او را ببخشین. مادر او را ببخشین. کاش پیش از دیدن ای روزا زمین دو کف می شد. کل ما داخلش می رفتیم. با ما شرم بزرگ است. کرمانی ها به ای بدنامی چه قسم زندگی خود کردن. چه قسم سر خود بلند بگیریم. من چه قدر بدبخت هستم که ای روزا را دیدم. آزاد بدون ای که به شرم طرف چشمایم دیده به گپایم هیچ اهمیت نداد. مادر خودتان میفهمین که آزاد شما رو چقدر دوست داره. چوب باش زمر و دروس. به تو گفتم چوب باش. خودم دیدم که مرا چقدر دوست داشت. مادر جان دورانم شما را بسیار دوست داره. ای را خب میفهمین. اما او ملکه شیطان سرش. نمیخوایم هیچ کدامش ببینم. شما بسیار خوب اولاد تربیه کردین. حال بالای خود افتخارم میکنین. تو هم زناور پیش من نشی. از اینجا بخیز برو گم کن خدا. بخیز افراد خدا بگی و زهرا را از پیش او مار گرفته اینجا بیار. زهرا عروس کرمانی هاست. در این خانه می باشه. هیچ وقت او را به اومار آستین نمیتم. ای گپایت فراموش میکنم. فکر میکنم هیچ چیزی برام نگفتی. اگر این بار دیگه حتی طرفت سیل نمیکنم.
غذای خدا هیچ دست نزدین دوران خان. اگر دلتانم نمیشد باید کم میخوردین. نمیخوایم. ما براتان کمک میکنم تا بخورین. حال دهنتان باز کنین. دستا پس که مثل معیوب یا طفل همراهیم رفتار نکو. اینا را زتاق گرفته بیرون شو. زود باش. قسمه که گفتم درست است. به امید دیدار. تشکر. تکتای تیاره ما را گرفتم ملکه. درست است. در ضمن قبل از رفتن ما باید علی را پیش یک دکتر ببرم جانم. درست است. ما باید هرچی عاجل دعوای طلاق باز کنیم آزاد. ما پیش از رفتن پیش علی یک ورقه درخواستی میگیرم. وقتی با استانبول رفتیم دعوا باز میکنیم. درست است. بالاخره نجات پیدا میکنه. دوباره طفل شده میتونه. در چهرهش هیچ لبخند دیده نمیشه. میفهمی هرچی اصرار کردم نگفت. هیچ نگفت که چی رخ داده. به خاطر چی خود به دریا انداخت. هیچ نگفت. این وضعیت کاملا حالت روانی علی و زهرا را خراب ساخته جانم. به نظر من کدام اتفاق بد افتاده. فعلا نمیخواه بگویه اما حتما دلیلش پیدا میکنیم. آزاد خوب است که تو پیشم باشی. اگر تو نمی بودی هیچ نمیفهمم چی میکردم. من نظرم بازم تو این کار انجام میدادی. من خوب میفهمم که این غرورت چه قسم از بین ببرم دوران کرمانی. حال آزاد هر کار را انجام بده بیفایده است. مادرم هیچ وقت راضی نمیشه که او خواند شوه. دورانم باید از این فرصت بسیار به خوبی استفاده کنه. به هر طریقی که میتونه باید مادر من راضی بسازه. بله. قدیم خان شب بخیر. چی گپ است؟ باز چی میخوایی؟ خواسته خدا گفته بودم. بناحق زحمت میکشی. ما از این تهدیدهای تو ایش نمیترسم. هر چی میکنی بکو. اما اگر بترسی خوب میشه. اگر نه دانه دانه تمام گپاره میگم. بعد از او به مادرت چی خود گفتی؟ چه قسم توضیح خود دادی که جمال از بین نبردی؟ هیچ چیزی را ثابت ساخته نمیتونی. میگم این دختر دیوانه از سر ما تهمت میکنه. مرا دست کم نگی. همراه آتش بازی نکو قدیم خان. اگه آتشم باشی فقط به خود ضرر رسانده میتونی. با یک دروازه دیگه تک تکو. حاضر نیستم با تو پای لیرام بودم دختر. تو یک قسم فکر کو قدیم خان. تو هیچ چیز ثابت ساخته نمیتونی. میگم این دختر دیوانه از سر ما تهمت میکنه. حال خود فهمیدی که من چی کردم میتونم قدیم. زهرا چی شده؟
آرام باش، چیزی نیست. آرام باش دخترم، کابوس بود گذشت یک دانی. من در کنارت هستم، چیزی نیست. بیبی من همراهت هستم، هیچ چیزی نیست. بس که دخترم. ملکه چی شده؟ کابوس دیده. درست است چیزی نیست. سپری شد شش. درست است جانم، درست است. مادر میفهمن که عقل آزاده او زن از سرش گرفته. اگر نه آزاده ما زن رو در روز خفه نشی از پیشم. حال دیگه آزاد نواسه من نیست، وارث کرمانی ها هیچ نیست. بله بچه. مادر، علی را بیرون بیارن، میخوایم او را پیش دکتر ببرم. خوب همیله میرمش، تو منتظر باش بچه. چطور هستن؟ میپرسی که چطور هستی؟ قلبم میسوزه اما کار کردن نمیتونم بچه. طرف مادرم و هیچ کس از حل کردن نمیتونم. به کسایی که اعتماد داشتم از دست دادم. هر دو بچه مرا شرمنده ساختن. شرمنده نباشین، چیت کدام کار غلط نکرده، فقط یک اشتباه را اصلاح ساخته. او زن ارزش ایره داره که به خاطر او از خانواده خود روی بگردانی؟ تو هیچ درباره ما و خانوادت فکر کردی؟ به خاطر یک زن نیست مادر. اگر به جای ملکه هر کس می بود همین کار را انجام میداد. شما مادر هستین، حتما درکم میکنید. تو زهرا را به مادرش رساندی، اما مرا از بچم دور ساختی. مرا از خود محروم ساختی آزاد. او هم بر همیش مادر خود ترک کرده رفتی. به هر صورت مادر، به ناحق وقت خود از ضایع میسازیم. بره ملی، بره. آزاد از این کارت منصرف شو بچه. بیا دست مادر ما ببوس، توبه کو، به خانه خود دوباره بیا. بس هست مادر جان، دیگه بس هست. آزاد نرو بچه. یک دانه بچه منصرف شو بچه، نرو. آزاد وقت به استانبول رفتیم یک زندگی نو آغاز میکنیم. همه که طلاق گرفتی در مکتب شامل میسازمت. بعد از این بار زوغایت رسیده میتونی. در بهترین دانشگاه درس خود خوندی. تو را چی شده دختر مقبوله؟ نیک از رسیدن به من خوش نشدی؟ من از هیجان زیاد نمیفهمم چی بگویم. یا که به تشویش هستی؟ زهرا، هر چیزی که تو را پریشان ساخته به من گفته میتونی. چرا خواستی خودکشی کنی؟ به چه دلیل خواستی خود از بین ببری دختره؟
بیبی همه چیز به من گفته میتونی. ما به درد تو درمان شده میتونم. درست است اگر نمیخوای فعلا نگو. هر وقت خدا خوب حس کردی همون وقت برام بگو. بعد از این همیشه در کنارت هستم. همیشه به گپایت گوش میتم. در کنارت میباشم. درست است؟ جانم یک دانه. چی گپ است؟ باز چرا زنگ زدی؟ خواستم یک شانس دگان برات بدم. شاید عقلت به سرت آمده باشه. عقل ما به سرم است. وقت ندارم گپای ناقص را گوش کنم. راست میگی؟ پس صدای خدا بشنو. چطور ثابت خود ساختی که جمال از بین نبردی؟ تو هیچ چیز را ثابت ساخته نمیتونی. میگم این دختر دیوانه است، سر ما تهمت میکنه. اگه به گپ ما گوش نکنی باز میرم برشان میگم. باز وقت پشیمان میشی قدیم. بگو چی میخوایی؟ خواست خدا براتان گفته بودم. تا 2 ساعت دیگه پول به نشانی که گفته بودم بیار. خانم هدیه خوش آمدید. خوش باشی دخترم. دوران در اتاقش است نه؟ بله. دزم امروز بسیار زیاد خوب هستن. تشویش نکنیم. خدا را شکر. میخوایم با چشمای خود ببینم. شما برین من براتون قهوه میارم. تا همراه دوران خانه یک جای بنوشین. زنده باشی دخترم. ها علی، دکتر چی گفت؟ چیز نگفت بیادر. چطور چیز نگفت؟ صبر کو بیادر، کجا میری؟ گفت تو را چیزی نشده، با گذشت زمان همه چیز خوب میشه. بیادر در فکر من نباش. همراه مادر زهرا از اینجا برین. ما با یک شکل خوب میشم. میریم، حتما میریم. اول باید موضوع طلاق شما را حل کنم. پیش وکیل میریم و درخواست میدیم. بعدن شما هر دویتان نجات پیدا میکنید. درست است. بسیار خوب، یاد اگر که بریم. چشمای آزاد کور شده بچیم. به خاطر محبت او استاد عقل خود از دست داده. با مادرم مخالفت کرده. زهرا را به استاد تسلیم کرد. بعد از این مادرم آزاده هرگز نمیمانه که بدون اجازه او وارد خانه شوه. سر تو هم بسیار قهر است. اما اگر از عقلت استفاده کنی باز قلب مادرم به دست آورده میتونی. دوران از این کارت منصرف شو بچیم. از برای خدا دیگه اشتباه نکنی. بیبی حالا که آزاد از چشم کلگی افتاده نمان که او علی دیوانه خون شوه بچیم. مالکه و زهرا کجاستن؟ خدا کنه هر دویشان در جهنم باشن. در جستجوی هر دویشان هستن. امروز یا فردا پیدایشان میکنن. مالکه هرگز زهرا را تنها نمیمان. هرچی از دستش میایه بکنه. اگر به قیمت جان شام تمام شود زهرا را از پیشش میگیرن. بچیم چی میکنی؟ کجا میری یک دونه مادرش؟ دوران بیادر دخترم یالا ببریم. صبر کو اول بپرسم. یا خان صاحب، زهرا و استاد ملکه در داخل هستن. اونا را چی کنیم؟ بریم زهرا را بگیریم ها؟ اونا را باریم فوراً به شرکت بیاین. اما خان صاحب نوجین مادر گفت که پشتو گپان اگر راستم بعداً انجام بده.
یک مشکل جدی پیدا شده. همیالا بیاین. یک همی کم بود که تهدیدم شوم. تو هنوز مرا نشناختی. ای که تو خود با ما مقابل کردی اشتباه بزرگ کردی. باید جزای اشتباه تا ببینی. دوران خان کجاستن؟ نیک مرخص شدن؟ نمیفهمم. رو از اینجا رفت اما لباسایش هست. از عجله زیاد لباسای خودم فراموش کرده. من میبرم. زهرا دخترم من زود میایم. چی میکنی؟ به خاطر چی آمدی؟ از تو محافظت میکنم. دوران من به محافظت کسی نیاز ندارم. گپا گوش کن. نوجین مادر پشت شما نفر روان کرده. از او خاطر آمدم. تشکر. زنده باشی. خبر شدم. حال رفتم میدانی. تو هیچ کارهای مرا دیده نمیتونی نه؟ متوجه نیستی که چقدر دوستت دارم. دوران نمیخوایم. محبت و فداکاریت نمیخوایم. امکان نداره. پیش از اینکه آزاد بیایه لطفاً برو. ملکه اگه یک بار بله بگویی هر جایی که بخوای به هر قسمی که بخوای زندگی میکنی. اگه میخوای استانبول میریم. در اونجا کسی به ما ضرر نمیرسانه. بیازو تا وقتی که من همراهتان باشم هیچ کسی به شما ضرر نمیرسانه. ما بیازو استانبول میریم دوران، اما همراه تو نه، همراه آزاد. اگر بعد از دیدن مقابلم نیایی خوب میشه. تشکر. ما از آزاد چی کمی دارم؟ چی کمی دارم؟ چرا من او؟ دوران لطفاً دست من رها کن. همیشه به خاطر آزاد پیشنهاد ما رد میکنی. ها؟ همیشه به خاطر او؟ اگه آزاد نمی بودم تو را نمیخواستم دوران. یک بار فکر کن. تو جبرانی کاره میکنی. ما به خاطر تو حتی از جان خود گذشتم. از خان بودن منصرف شدم. در مقابلش تو مرا این قسم رد میکنی؟ آزاد همه قسم برای من نام او را نگی. نام آزاد نگی. آزاد به اندازه ما تو را دوست نداره. هیچ کس برابر ما تو را دوست نداره ملکه. دوران لطفا. نشانی زهرا را ما برات پیدا کردم. باید احسانمند ما باشی. ملکه را ایلا کن. تو متوجه هستی که چی میگی و چی میکنی؟ آزاد بس است. متوجه هستم. ما ملکه را دوست دارم. از تو کده بیشتر دوستش دارم. دروغ است. تو به خاطر ملکه چی کردی؟ ها؟ آزاد جنگ نکنین. آزاد لطفاً بس است. من تو را بیادرم فکر میکردم، اما تو با ملکه چشم دوخته بودی ها؟ آزاد لطفاً بس است دیگه. زهرا دوستش دارم. بسیار دوستش دارم. از تو کده بیشتر دوستش دارم.
برو. نمیخوایم تو را ببینم خاین. زهرا نترس دختر، چیزی نیست، نترس، کل چیز خوب میشه. گم شو. ما تو را بعداً میبینم. همراهت کار دارم. آرام باش، گذشت، آرام باش. خیرت است خانسم. کسی شما را ناراحت ساخته؟ بله. کدام احمق مرا بسیار ناراحت ساخته. کی است؟ بگو که جزایش برات بدیم خان صاحب. خواد دیدین. با زودی خواد دیدین. آرام باش، گذشت، دخترم درست است. بیا دخترم درست است. بیا جانم. خوش آمدین آقا. تو برو روی تباشوی، درست است. چرا برم نگفتی؟ یعنی در مورد این موضوع چرا قبلا برم نگفتی؟ آزاد، شما مثل بیادرها هستین. نخواستم رابطه شما خراب شوه، ازم خفه شوین. مثل بیادرها بودیم، اما از این بد نیستیم. نمیفهمیدم که موضوع قدر کلان میشه. فکر کردم منصرف میشه. زهرام زیاد ترسید. علی اوراق طلاق امضا کرد. بخیر به زودی خلاص میشه. بخیر استانبول میریم، هر دوی ما به زندگی نو آغاز میکنیم. هر سه ما. و پرواز هواپیما چند ساعت باقی مونده. بریم چیز بخوریم. درست است، بیازو ما آماده هستیم. پولا را نزدیک باطلدانی ماندم میرم. شما بدونی که کس متوجه شوه میبینین که پول کی میگیره، کجا میره، دانه دانه برم میگین. خانسم هر کس که همراه شما فریب کاری کنه حتما به جزایش میرسونیمش. خاطرتان جمع باشه. نه خیر. ما خودم میخوایم جزایش باتون. کجا میره، اون نفر کی است، همه قدر برم بگوین کافیست. خوش آمدین، بفرمایین. چی میخورین؟ هرچی خودت میگی بگو. ما
چیزی نمیخورم. هیچ اشتها ندارم، باور کنی. زهرا صبحم چیز نخوردی؟ گوش کنین، پیتزای اینجا بسیار مشهور است، بسیار مزه‌دار هم است. درست است، مشکل نیست. یک پیتزای خاص، یک پیتزای توتایی، یک دانم گوشتدار همراه دوغ. با او انگشتایتان هم خواهد خوردین. آفرین قدیم خان، حالا از عقلت استفاده کردی. بالاخره گپ ما قبول کردی. بسیار مزه‌دار است. بخو زهرا. من نمیخورم، اشتها ندارم. با خودت زهرا جون. اما هیچ گشنه نیستم. با خودگه. خوب است که همراه ما هستی. وقت تو همراه ما باشی ما هیچ وقت نمیترسیم. اگر می قسم عادت کنین خوب میشه، به خاطر که همیشه همراهتان می باشم. برای آخرین بار بخند آزاد خان. تو را از بین میبرم. سلام رستم خان، چطور هستی؟ قدیم خان خودم آدم ساخته؟ نه خیر، ما با دیدن یک دوست با آمدیم بیادر. از مگه پی شده نمیتونی بسازی که دیگه برستم. دوران اون طرف نرو، پایین میفتی. من فریب داده نمیتونی دیگه، پس نرو، راست میگم دوران. متوجه باش دیگه، پس نرو. دوران دست من خب محکم بگی، اوش کنی رو نکنی. دست من نکن ازم، کوشش کنی رو بگی. دست من نکنم، دست من خب محکم بگی. دوران آشد به مادرم نگو، درست است؟ اگر نی منو لط و کوب میکنه. آی دختر مقبولم، بیا که بریم.
بریم زهرا جان. خب زهرا جان، بالاخره از این خانواده نجات میافی. انشالله بعد از این یک زندگی خوش می داشته باشی. انشالله جانم. هرگز براتان اجازه نمیدم تا وقتی که من زنده هستم شما یک جای شده نمیتونین. ملکه، اگه نام من دوران باشه تو یک روز به پاهای ما خاطف دیدی، باز خود دیدیم. بله رستم، چی شد؟ چرا زنگ نزدین؟ چیزی نشده که زنگ بزنم، منتظر هستیم. او زن پول نگرفت؟ نه خیر، مکس در جای خود است. درست از متوجه باشین. امی که اومد برام خبر بدین. نه تشویش نکنین خان صاحب. آزاد چطور رفتی؟ من چطور تنها ماندی؟ بس که دیگه عروس، فقط که از بین رفته باشه. چرا گریه میکنی؟ قلبم آتش گرفته مادر، دست پای میلرزه. آزاده ما به خاطر یک زن احمق مادر و خانواده خدا ترک کرده از اینجا رفت نوجین. مادر خدا ناق جگرخون نساز. آزاد و دوران از اول تصمیم داشتن که نافرمانی کنن. حالا به کسی تهمت نکو. دیگه نمیخوایم هیچ وقت اونا را ببینم. اما مادر، شما باید منصفانه قضاوت کنین. پیش از آمدن او دختر احمق به اینجا آیا کدام اشتباه دوران دیده بودین مادر؟ اگه آتش کمان باشه چوب زیاده میسوزانه، نباید به او نزدیک میشد. دستتانو بتن که باباسم. تو لیاقت بوسیدن دست من نداری. هرچی بگوین حق به جانب هستین. اشتباه کردم. این اشتباهی تا بخشیده نمیتونم، نه در دنیا و نه در آخرت، هیچ زمانه. بعد از این هیچ وقت نه خان و نه اولاده. این قصر گفته میشین، گپ ما فهمیدین؟ زهرا کم لبخند بزن دخترم، دیگه هیچ وقت به او قصر نمیری. وقت به استانبول رفتیم یک زندگی نو آغاز میکنیم. درخواست طلاق ازلی گرفتیم. امی که در استانبول رسیدیم اولین کارم و موضوع طلاق شما می باشه. اشتباه خدا جبران میکنم. زهرا را دوباره به این قصر میارم. بار دیگه هرگز بیرون شده نمیتونه. من چطور به تو باور کنم؟ تو نبودی که با استاد ملکه گفتی زهرا دخترت است، تو او را اینجا ناوردی؟ بعد از سای خود زهرا را برش تسلیم نکردی؟ برش گفتی که این دختر از تو است. حالا چی تغییر میکنه؟ تو حالا توان ایرام نداری که او را دوباره به این خانه بیاری دوران.
اگر دیران باشه اشتباه خود درک کردم. ما با یک دوستم در استانبول زنگ زدم، درباره قضیه برش روشنی دادم. گفتم اگر دو طرف بخواید در اولین جلسه از هم جدا شده میتونن. بیبی دخترم شنیدی؟ در اولین جلسه جدا میشی، بعد از او دوباره به مکتب میری، هر چیز طبق خواست خودت پیش میره. لطفاً تشویش نکن. تو آزاد ما را رزیل ساختین. دیگه هیچ وقت نه به وعده تان و نه به گپایتان باور دارم. مادر کلان خلاص شد دیگه. بعد از این کسی که به شما گوش نده و از امرتان اطاعت نکنه بی‌شرف است. او زهرا را به این قصر میارم. انداختن او به قدم های شما برام دین است. بالاخره زنگ زد. بله. اشتباه کردی قدیم خان. در جایی که گفته بودی پول برات ماندم، دیگه چی میخوایی؟ اما همراه پول نفرای تو مونجا بود. قیمتی کارت حتما میپردازی. همه چیزا به مادرت میگم. تمام دنیا خبر خواهد شد که تو قاتل بی‌درد هستی. نکو قربان چامی کارا نکو. شیر بچه ما، آفرین، بسیار خوب گفتی. درباره نوجین مادر تشویش نکن. وقتی که زهرا را بیاری تو را خواهد بخشید بچه. با خاطر بعد از آوردن دل مادر کلانم و خان شدن هر کاری میکنم. دیگه هیچ کس مانع ما شدن نمیتونه. به اندازه دوران دیوانم شدن نتونستی آزاد. هم خدا و هم مرا پریشان ساختی. متوجه باش که عمر دوباره عقلت از سرت نگیره. شما تشویش نکنین مادر. بعد از این هیچ کس مرا فریب داده نمیتونه. زهرا را به زور یا به رضا اینجا میارم. بار دیگه پای خودم بیرون مانده نمیتونه. بعد از او هم خانه ای قصر تو میشی. هرگز از داخل ای خانه شده نمیتونه. علی به خودشم خیرش نمیرسه. به هر صورت مادر با ما اجازه بده. پیش رایت خوبی دوران خان. قدر خوش نشو هدیه. دوران هیچ وقت خان شده نمیتونه. او یک کرمانی نیست. بلی از خدا آرام باش. اگر کسی خواد شنی بشنون. بیزو به اندازه کافی دیر شده هدیه. دوران بچه تو نیست. اولاد قدیم هم نیست. دوران خان شده نمیتونه. او یک کرمانی نیست. تا وقتی که بچه های مزنده هستن هرگز اجازه نمیتم که دوران خان شوه. گپ مفهمیدی؟ ما تا هنوز نمردیم. ای که کی خان شوه و کی نشه ما تصمیم میگیرم زمرا دروس. مربوط تو نمیشه. شما نمیفهمین مادر. اگه میفهمیدین هیچ وقت اجازه نمیدادین که دوران خان شوه. میشه بگویی که چی را نمیفهمم؟ چرا دوران خان شده نمیتونه؟ دوران نمیتونه خان شوه. نه خیر زهرا، قصدن انجام ندادم، باور کن. چی میشه مرا ببخش. لطفاً زهرا مرا ببخش. زهرا به خاطر که زهرا علی بچه زمرت میخواد چی بگویه هدیه؟ چرا دوران خان شده نمیتونه؟ چرا شده نتونه مادر؟ بچه های خودش از خان شدن منصرف شدن. حال دوران ما تحمل کردن نمیتونه. باز خود چیزی را از ما پنهان نمیکنین اما تا نیست؟ نه خیر مادر، چی را پنهان کنیم؟
زمر رو دست دگه نمیفهمه که چی میگه و نمیفهمه که چی میکنه. نفرت دارم از کلتان، نفرت. علی بچه نکو، بچه قربانت شوم، این کارو نکو. مادر شما کلتان با این قصرتان در زیر زمین برین. بچه یک دانه نکو، بس از اعلام کنین مادر، اعلام کنین. مقصر تمامی مشکلات فقط شماستین، فقط شما مادر. این قسم نکو بچه، قلب مزی بیشتر نسوزانین دیگه. نکو. بسیار ترسیدی همتون نیست قدیم خان؟ برو بیبی که چه قسم قیامت برپا میشه. زمرد دایی وقت کجا میری؟ به تو غرض نیست هدیه. یک چند دقیقه بشه که گپ بزنه. بیبی تصمیم گرفتن در عصبانیت درست نیست. ما به اندازه کافی در دیدیم هدیه خانم، حالا دیگه نوبت تو است. امو ایلیف نیست. صبر که آزاد تا همراه زهرا خداحافظی کنم. خواهر از اینجا میری؟ آقا آزاد لطفاً بریم. خواهر جان. زهرا چرا این قسم میگی؟ همراه ایلیف خداحافظی نکرده میری اما بعداً پشیمان خود شدی. بله اما خواهش میکنم بریم لطفاً بریم. درست است میری. مادرم کجاست؟ خیرت است. مادرت چی کار داری؟ ساعتشو میپرسم. تو را چیزا ندیوانه، فقط بگو که مادرم کجاست. داخل خانه است، استراحت کرده. تو هنوز پیش مادرم کسی نامده؟ خیرت است. منتظر کی هستی؟ منتظر اجل ما. قرار بود امروز اسرائیل بیایم. به دنیا مرا تنها مونده و رفتی. هیچ کسی به گپایم گوش نمیکنه. حتی بچه‌هایم به گپایم گوش نمیکنن. نه مادر و نه خانواده برشان مهم است. هر دویشان به فکر عشق خود هستند، به دیگه چیز فکر نمیکنن. اما من فقط قسم گریه نمی کنم جمال. حقشان حتما برشان میگیرم. اجازه نمیتم که دوران بکس خان شود. خان شدن حق بچه است. آزاد من. پول در جایی که گفته بود برش بردم. دیگه ای که او زن هدف مفهمید. گفت میرم همه چیزا به مادرت میگم. سگ که جف بزنه چک نمیگیره. تشویش نکو. اگه ای تصمیمم میداشت شاید تا حالا برای مادرم میگفت. دزم نقطه ضعف ما را یافته. رهایی ما نمیکنه.
وسایل خود به خانه برده باز به دیدن وکیل میره. خوب میشه. هر چیز زودتر موضوع طلاق خلاص شود تا زهرا رو در مکتب ثبت نام کنیم. کارم هم که خلاص شد به غذا خوردن میریم. درست است. امروز دوران ما بسیار گپای خوب زد قدیم. ما متعجب شدم، قسم میخورم شیر بچه‌ام بیخی مثل خان گپ میزد. اگه او زن آمده اما چیز به مادرم بگویه او خان شدن دوران ما را نجات داده نمیتونه. مادرم به دستای خود مرا میکشه. هر کس یک نقطه ضعف خودت داره، تشویش نکن. خان صاحب یک مهمان داره. کی است؟ چی میخواه؟ کسی از مهمان سوال جواب نمیکنه. داخل بیاریش. میبخشین که مزاحمتان شدم. بفرما دخترم، خوش آمدی. پرستار است، از شفاخانه آمده. خیرت از دخترم، نامت لیلا بود درست گفتم؟ بله. دوران خان وقت مرخص شدن از شفاخانه اینا را فراموش کرده بوده. زنده باشی، به زحمت شدی. بفرما دخترم، غذا آماده است. اینجا اتاق تو است. فقط یک میز نو و یک الماری کتاب ضرورت داره. چرا هنوزم چهرت غمگین است؟ بیبی همه چیز خوب شد. هر خواسته و هر آرزویی که داشتیم برآورده میکنیم. کم لبخند بزن لطفا. باید همیال آماده شده بریم به خاطر که وکیل صاحب زیاد وقت نداره. درست است، زود میاییم. درست است. میشه دست پاکه برم نزدیک کنی قدیم؟ بفرمایین من میتم. زمرد غذا نمیخوره؟ زمرد در خانه نیست مادر، بیرون شده. کجا رفته در این وقت باران؟ کجا ازش پرسیده میشه مادر؟ میگه حال از من حساب میپرسی؟ قدیم تو را چی شده؟ چرا اقا پریشان معلوم میشی؟ چیزی نیست مادر، خسته هستم. رنگتانم پریده. اگه خواسته باشین فشارتان معاینه کنم. ضرور نیست، زنده باشین. وقت استراحت کنم خوب میشه. اما این قسم بی‌پروایی نکنین. بهتر از پیش دکتر برین تا اونا معاینه‌تان کنه. راست میگی دخترم. در جوانی آدم نمیفهمه. وقتی را درک میکنه که کار از کار گذشته باشه. آقا دوران چی حال دارن؟ دوران در خانه نیست، به استانبول رفته. اما اونا باید استراحت میکنن. بسیار کارشان عاجل بود که استانبول رفتن. بله دختره، بسیار یک کار مهم خانوادگی بود. وقتی او را حل ساخت باز دوباره خانه میآید. همراه ما عروسی که ملکه، بعد از قدر کارایی که به تو کردیم همه جواب رد داده نمیتونی. به خاطر تو از خان شدن خانواده و زندگی منصرف شدم. ایگا پایت فراموش میکنم. فکر میکنم هیچ چیز نگفتی. اگر نه بار دیگه حتی طرفت سیلام نمیکنم. تو متوجه هستی که چی میگی و چی میکنی؟ متوجه هستم احمق. ما ملکه را دوست دارم، او هم بیشتر از تو.
لیلا زنده باشه. هر باری که به شفاخانه رفتیم برام قهوه آماده کردن. بعد از غذا بازم برتان آماده میکنم. زنده باشی دخترم. آی خانوادیتون کجاستن؟ از امی شهر هستین؟ خانواده ندارم. ما از سوریه هستیم. تمامشان از جنگ از دست دادم. آی خدا مغفرتشان کنه. من به تنهایی خود کوشش میکنم که سر پای خود استاد شوم. هیچ ظلمی ابدی نیست دختر قندم. بالاخره یک روز خداوند حسابشم میپرسه. نوجین مادر، به شما یک نامه آمده. از کی است؟ نمیفهم، داری پاکت چیز نوشته نیست. با ما باتی رستم. ایلاکو تو بیشی من میخوانم. ای چی معنی میته؟ چی نوشته کده مادر؟ درباره حکایت هابیل و قابیل میفهمید؟ حکایت آبیل و قابیل بر ما نوشته کدن. قابیل با بیادر معفق و مهربان خود بخیلی کده و بالای هابیل رحم دل و مهربان حمله کده. او را از بین میبره و فکر میکنه که موفق شده. این کار هوا را بسیار جگرخون میسازه. اولین اشک و اولین پریشانی بر روی زمین با درد از دست دادن اولاد آغاز میشه. اما او پایانش نبود. فکر نکو که دیگه او داستان تکرار شده نمیتونه. گپای ناق نوشته است. حتما کسی شوخی کده. جدی نگیرین نوجین مادر. فکر میکنی کس را در تعقیب ما مانده باشه؟ امکان داره، اما تشویش نکن، ما در کنارتان است. کار طلاق که خلاص شوه باز راحت میشیم انشالله. اقدر پاک و اقدر معصوم که به خاطر خوش بودن او آماده هستم هر کار را بکنم. دریا آبی می باشه. دریا را آبی رنگ کن. تو دریا را از نزدیک دیدی؟ نه خیر ندیدیم، اما بعض وقتا در تلویزیون دیدیم. وقتش که رسید از نزدیک خود دیدیم. پس ای سن خورد عروسی کردی؟ دخترم نترس. نترس، اما دوست سنبولیم است که درباره‌اش گپ زده بودم. قضیه تو را پیش میبرد جانم. ای حتما کار او است. همراه ما بازی میکنم. اما تا هنوز خود چیزی نگفته. میفهمه اگه بگه پول گرفته نمیتونه. کسی مرغی را که تخم طلایی بتره نمیکشه. جزای گناه را که در حق بیادرم انجام داده میبینیم. حتی قبل از رفتن به او دنیا یک روز خوش ندیدیم. تو موضوع را زیاد جدی میگیری. با خاطر توی گناه را مرتکب شدم. تو مرا وادار ساختی که بیادرم از بین ببرم. اگه تو قبول نمیکردی ما به زوری کار نمیکردم. پول چشمایت کور ساخته بود. میخواستی خان شوی و تمام مال و دارایی از تو شوه. تو پیش از یا میخواستی بیادرت از بین ببری؟ زمرد تا هنوز نامده؟ نامده مادر. کجا رفته ده ای هوای بارانی؟ تشکر میکنم. تاریخ طلاق کم بیشتر گرفته میتونیم. هر قدر زود که این موضوع خلاص شوه به فایده ماست وکیل صاحب.
هر کاری از دستم به انجام میدم. به خاطر جدا شدنشان در یک جلسه باید زن شوهر در دادگاه حاضر باشند. شوهر زهرا او هم باید به دادگاه بیایه. البته که میایه. من علی را میارم. دستت سوخت؟ میشه یخ بیارین؟ درست است چیزی نیست. باز شما چی نقشه دارین؟ حالا خوب میشه. شفا باشه. معذرت میخوایم. من دیگه باید برم. ما شما را همراهی میکنم. همین که تاریخ جلسه دادگاه مشخص شد خبرتان میکنم. خوب میشی. علی و زهرا بسیار مشکلات دیدن. تشویش نکنین. وقتی هر دو طرف راضی باشن قاضی هم زیاد بهانه نمیگیره. بی از او سنشان خورده است. معلوم است که ازدواج از اول اشتباه بود. بدون کدام مشکل جدا خواهد شدن. خداحافظ. کجا رفته؟ او زن به تنهایی خود کجا رفته میتونه؟ چرا با ما خبر نمیته؟ وقت انسان مثل آزاد و علی اولاد داشته باشه باز هیچ نمیفهمه که کجا بره و چی کنه. تشویش نکنین مادر جان، چند دقیقه بعد پیدا میشه. عمرش دراز از بیبی که آمد. تو را چی شد از امه رو در روز؟ چرا به این وضعیت هستی؟ پیش جمال خود رفته بودم. رفتم کمرش درد دل کنم مادر. خواستم با این کار کم خود تسلی بدم. تب داری؟ هاتیه کمکش کو تا لباسای خود تبدیل کنه، بعد از او هم در اتاق خود استراحت کنه. درست است مادر. بریم زمرد. بریم بلند شو که بریم لباسات تبدیل کن. بیادر؟ بله علی، تو هم باید به خاطر قضیه با استانبول بیایی. ما تکت تیاره برات گرفتیم. درست است شیر بچه؟ درست است. درست است. ما به زودی این کار خلاص میکنم. علی هم میایه. آی خدا را شکر. یام بالاخره خلاص میشه. زنده باشی. زهرا کمه لبخند بزن جانم. پدر زود باشین جواب بدین. کدام جایی به فکرت است که به دیدنش بریم؟ پس حال باید در کشتی سوار شویم. همه نیست آزاد؟ فکر خوب است ملکه. خوب است. آزاد من
پیش مادر خود میای آزاد خان. آزاد بچه من خان میشه. تو هم یه قسم فکر کن. آزاد. قدیم بیا که دوران زنگ زده. چی شده؟ علی با خاطر طلاق دادن امضا کرده. خدا لعنتش کنه. دوران گپما گوش کو. بر قسم که میشه باید مانع طلاق شوی. راست شکار بیشتر مربوط شما میشه. با خاطر جدا شدن اون علی باید به استانبول بیایه. اجازه رو به علی ندید. ما هم زهرا را گرفته به هارمانلی میایم. گپایی را که وکیل گفت قلب من راحت ساخت. بعد از جدا شدن اینا همه چیز خوب میشه. زهرا به روزای گذشته خود برمیگرده آزاد. تو و زهرا بعد از سالها جدایی عقد دارن که خوش باشه. اما زهرا هیچ خوش نیست. هرچی که میکنم هیچ لبخند به چهرش نمیایه. متوجه هستم. در هارمونلی زیاد مشکلات دید اما ای قسم نشده بود. حتی نخواستم رای لیف خداحافظی کنم. هیچ نفهمیدم. دو قصر کدام حادثه رخ داده که حتما بدتر از تمام مشکلات است که تا امروز دیده. یکی چی است نمیفهمم. علی کجاستی؟ چی شده؟ چرا چیخ میزنی قدیم؟ مادر جان چی بگویم؟ هیچ نپرسین که چی شده. علی رفتن مادر. به خاطر طلاق دادن زهرا او را استانبول خواستن. همیال علی را پیدا کو قدیم. همیاله